سلام و درود، وقت بخیر. آرامشم و خوشحالم در خدمتتونم. فکر میکنم لازمه تو شرایطی که الان قرار داریم راجع به حمله وحشت، حمله اضطراب، غلبه استرس بر انسان، پنیک اتک با هم صحبت کنیم. ممکنه گاهی شرایطی پیش بیاد که انسان بر اثر اخباری که اضطراب آور میشه براش یا شرایطی که حس میکنه استرس بالایی رو بهش فشار میاره، دچار بدحالی بشه، دچار حتی عدم کنترل روی خودش بشه. حال بسیار بدی که امیدوارم کسی تجربه نکنه، ولی میخوام بدونیم که اگر تجربه کنیم به سادگی قابل کنترله. برای اینکه بتونیم حمله اضطراب رو بشناسیم، یه مقدار اگه قرار باشه ریشه‌ای با هم بهش نگاه کنیم، باید استرس رو بشناسیم. آیا استرس چیز خوبیه یا بدیه؟ اجازه بدیم بهتون بگم استرس چیز بسیار خوبیه. استرس چیه؟ مکانیزمش چیه؟ استرس حالتی از روانه که به انسان کد خطر رو ارسال میکنه. وقتی کد خطر رو ارسال میکنه، بدن بر اثر دریافت اون کد خطر یه واکنش‌هایی انجام میده که عالیه. سوخت رسانی به عضلات رو چند برابر میکنه، اکسیژن رسانی و قند رسانی به مغز رو چند برابر میکنه تا بتونه تصمیمای سریع و درست بگیره. ضربان قلب رو میبره بالا. از سوی پر مصرف ترین عضو بدن از لحاظ مصرف انرژی گوارشه. گوارش انرژی زیادی نیاز داره برای فرایندش. گوارش رو تعطیل میکنه. فعلا وقت نداریم به تو سوخت برسونیم، به تو انرژی بدیم. انرژی رو جای دیگه میخوایم. این مدیریت بدن تو شرایط استرسه. به چه درد میخوره؟ اگه الان از شما بخوان 2 کیلومتر رو با حد اکثر سرعت بدوی، بزرگترین جایزه‌ای که تو زندگی میخوای رو بهت بدن و یه تایمی بگیریم، کرونومتر بذاریم. اگه فرض کنیم تو نمیدونم 8 دقیقه این 2 کیلومتر رو بدوی، 20 دقیقه بدوی، حالا هر زمانی که انسان با توانایی بدنیش بتونه بدوه، این تایم رو ذخیره کنیم. حالا بدون اینکه اطلاع داشته باشی، یه سگ هار همون 2 کیلومتر رو دنبالت کنه. شما احتمالاً تو زمان نصف تایمی که برای جایزه میدویدی این مسیر رو خواهی دوید. چرا؟ چون استرس غالب شده بود. این کار کرده استرسه. کجا بد میشه؟ این استرسه چرا الان بین ماها اینقدر مذمومه، اینقدر ازش منفی یاد میکنیم؟ برای اینکه توی شرایط عادی پشت میز نشستی و دچار استرس میشی و بدنت همون کارا رو میکنه. سوخت رسانی به عضلات رو زیاد میکنه، اکسیژن رسانی به مغز رو زیاد میکنه، گوارش رو تعطیل میکنه، ولی اینجا تخلیه نمیشه. این سوختی که به عضلات میره چی میشه؟ این اکسیژن زیاد مغز برای چه فرآیندی قراره مصرف شه؟ گوارش چرا تعطیل شده؟ ما اتفاقا تو همین شرایطی که گوارش تعطیله به خوردنهای اضطرابی رو میاریم و یا عالماً میخوریم و میشه زخم معده، میشه ناراحتی گوارش. پس استرس خوبه، اما در کاربرد خودش. حالا پنیک اتک چیه؟ این ریشه رو با هم نگاه کردیم تا پنیک رو متوجه بشیم. حمله وحشت چیه؟ حمله وحشت اون حالت اضطرابیه که این اکسیژن رسانی به قلب به مغز رو زیاد میکنه، فرایند ضربان قلب رو زیاد میکنه، ولی مصرفی نمیشه، چون اتفاقی نیفتاده که بخواد مغز مدیریت کنه و اون اکسیژن و قند رو مصرف کنه. پس به عبارتی حمله وحشت بالا رفتن بیش از حد اکسیژن مغز و اکسیژن بدنه. اون سر این فرایند چیه؟ پایین اومدن دی اکسید کربن در بدن. این اتفاق چون نسوخته، چون عضلات سوخت استفاده نمی‌کنن اکسیژن رو تبدیل به دی اکسید کربن کنن و بدن ما همونجور که به اکسیژن نیاز داره به دی اکسید کربن نیاز داره. پایین اومدنش فلج میکنه بدنو، دچار حمله پنیک میشه. راه حل خیلی ساده میشه وقتی این علت رو بدونیم. من اغلب به عزیزانی که دچار حمله پنیک بودن و در جلسات متعدد مطمئن شدم که این حمله پنیک رو ریشه‌ای پشتش نیست، نیاز نیست کاری بکنیم پیش زمینه، چون کنترل این بروز علائم میتونه بره جای دیگه، آسیبای جدی بزنه.
جایی که مطمئن میشم که این اتفاق لازم کنترل شه، حالا وقتشه کنترل شه، یه توصیه ساده: یه کیسه فریزر همراهت داشته باش، یه پاکتی، یه چیز کوچولویی همراهت داشته باش و داخل اون نفس بکش، دم و بازدم رو بده توی اون کیسه. خب حالا که علمیشو میدونیم متوجهیم چرا. وقتی من بازدم میکنم توی این کیسه مقدار کمی اکسیژن و مقدار زیادی دی اکسید کربن هست و همونو دوباره تنفس میکنم. خب اون بالا رفتن اکسیژنه خود به خود کنترل میشه. چند تا نفس رو توی فضای بسته ای انجام بدیم، اکسیژن ورودی رو کم میکنیم، خود به خود دی اکسید کربن رو میبریم بالا، بدن به توازن میرسه. به همین سادگی. کیسه نباشه، اینکه کمتر نفس بکشی، مثلا 2 شماره 1001 1002 و 4 شماره نگه داری و 6 شماره بدی بیرون، ولی بعدش دوباره 2 شماره نفس بکشی. یعنی ورودی رو یه ذره کنترل کنیم، اکسیژن میاد پایین، مصرف رو متعادل میکنیم. در این حال بدونیم اگر کسی کارش تحلیل اخبار سیاسی، لازم اخبار رو لحظه به لحظه پیگیری کنه. اگه کارش تأمین منابع سوختی کشوره، لازم یه اخباری رو لحظه به لحظه پیگیری کنه. اما اگه یکی کارش، شغلش، فعالیتش، تاثیرگذاریش توی اجتماع، توی حیطه‌هایی نیست که به اون اخبار مرتبطه، لحظه به لحظه دنبال کردن اخبار، وارد کردن اضطراب و استرس به خود و به ویژه به خانواده، به اطرافیان و به ویژه تر به نوجوانا، به قشر جوان که اون هوش هیجانی بالاشون خیلی فعاله، من شخصا این توصیه رو نمی کنم. دلیلی نداره. آگاهی اجتماعی لازمه، پیگیری اخبار خوبه، باید اطلاع داشته باشیم، همه اینا قبول، اما اندازه رو فراموش نکنیم. امیدوارم که بهترین ها رو بسازیم. روزای خوب اومدنی نیستن، ساختنی هن. سالای خوب اتفاق نمیافتن، ساخته میشن. کشور آباد و خوب اتفاقی خوب نمیشه، آباد نمیشه. همه با هم باید تلاش کنیم بسازیمش، به امید ساختن فرداهای بهتر. مانا باشید. بدرود.